از روزهایی که یک نوجوان گمنام در آکادمی اتلتیکو مادرید بود تا روزهایی که بهترین دروازه‌بان دنیا شد. داوید دخیا داستانی پر از فراز و نشیب داره، از قهرمانی‌های بزرگ تا روزهای سخت در یونایتد و در نهایت جدا شدن غیرمنتظره. در این ویدیو نگاهی کامل به زندگی و دوران حرفه‌ای داوید دخیا می‌پردازیم. پس با من همراه باشید. داوید دخیا کوینتانا در 7 نوامبر 1990 در شهر مادرید به دنیا آمد. از کودکی علاقه زیادی به فوتبال داشت و در شهر ایسکاس بزرگ شد. نکته جالب اینجاست که او از ابتدا جلو بازی می‌کرد، دروازه‌بان نبود، ولی به خاطر قد بلند و واکنش‌های سریعی که داشت، اونو سریعاً به دروازه منتقل کردن. در نوجوانی به آکادمی اتلتیکو مادرید پیوست و به سرعت در رده‌های پایه پیشرفت کرد. استعداد بالای اون باعث شد که خیلی راحت به تیم‌های اصلی راه پیدا کنه. دخیا در سال 2009 وقتی که فقط 18 سالش بود، به تیم اصلی اتلتیکو مادرید راه پیدا کرد. در ابتدا دروازه‌بان سوم بود، ولی بعد از مسئولیت سرخیو آسنخو تونست فرصت بازی پیدا کنه. لحظه درخشش داوید دخیا در فینال سوپر جام 2010 مقابل اینتر میلان رقم خورد که تونست با سیوای فوق‌العاده زیباش که فیلماشو واسهتون میذارم همه نظره رو به خودش جلب کنه و نقش مهمی در قهرمانی تیم اتلتیکو مادرید داشت و همین بازی باعث شد به یکی از بزرگترین استعدادهای اروپا تبدیل بشه و باشگاه‌های بزرگ همه بیان سراغش. 2011 سالی سرنوشت ساز برای داوید دخیا. از بازنشستگی ادوین فندرسار که عکسش واسهتون میذارم، سر الکس فرگوسن دنبال دروازه‌بانی بود که بتونه جای اون دروازه‌بان خیلی خوب و پر کنه. انتخاب اونم کسی نبود جز داوید دخیا. تقریبا یه چیزی بین 19 میلیون پوند برای خرید این دروازه‌بان پرداخت شد که در اون زمان یکی از گرانترین دروازه‌بان‌های جوان تاریخ نام گرفت. اما هیچ چیز آسون نبود و داوید دخیا در ابتدا با چالش‌های خیلی زیادی مواجه شد. ضعف در خروج‌های هوایی و بدن نسبتاً ضعیفش باعث شد که کارشناسان انتقادهای خیلی زیادی از اون بکنن. اما اون تسلیم نشد و از سال 2013 به بعد به یکی از اصلی ترین بازیکنان منچستر یونایتد تبدیل شد. 2013 تا 2018 داوید دخیا بهترین دوران خودش رو تو منچستر یونایتد سپری کرد و بارها تیمش رو نجات داد تو هر بازی. از افتخارات مهمش هم میشه به اینها اشاره کرد: قهرمانی لیگ برتر 2012-2013، قهرمانی جام حذفی انگلیس 2015-2016، قهرمانی لیگ اروپا 2016-2017، 2 تا هم قهرمانی تو جام اتحادیه انگلیس داشت و اون تونست تو 4 فصل بهترین بازیکن سال منچستر یونایتد بشه: 2014 2015 2016 2018. تو فصل 2017 و 2018 هم تونست دستکش طلایی لیگ رو ببره. ببینید دوستان، این افتخارات تو لیگ انگلیس بسیار سخت و داوید دخیا یکی از بزرگترین دروازه‌بان‌های تاریخ میتونه باشه. تو همون سال 2017 2018 بیشترین تعداد کلین شیت رو داشت و یکی از به یاد ماندنی ترین شباش هم سال 2017 مقابل آرسنال که تونست تو اون بازی فقط 14 تا سیو داشته باشه و تو همون بازی هم رکورد بیشترین سیو تو بازی رو تو لیگ برتر شکست. پس از سالهای درخشان کم کم افت داوید دخیا شروع شده. از سال 2019 به بعد اشتباهات فردی اون خیلی زیاد شد و برخی هواداران منچستر یونایتد معتقد بودن که زمان تعویض داوید دخیا فرا رسیده. با این حال اون همچنان دروازه‌بان اول باقی موند، اما دیگه اون دروازه‌بانی که همه انتظارشو داشتن متاسفانه نبود. دخیا در سال 2014 به عنوان جانشین ایکر کاسیاس در تیم ملی اسپانیا معرفی شد، اما برخلاف دوران باشگاهیش اونقدری که تو منچستر یونایتد توپ میگرفت، اونقدری که تو منچستر یونایتد خوب بود، متاسفانه اون عملکرد رو هیچ وقت نتونست درون تیم ملی پیاده کنه. حتی تو جام جهانی 2018 همه طرفدارا تقریبا اون رو مقصر حذف تیمشون مقابل روسیه میدونستن. در یورو 2020 هم جاشو به اونای سیمون میده و همونجا کلا از تیم ملی اسپانیا خط. اون زمان هم مشخص بود که دیگه قرار نیست دخیایی داشته باشیم تو تیم ملی اسپانیا بعد از خط خوردن. تابستان 2023 بعد از 13 سال متوالی دروازه‌بان منچستر یونایتد بودن،
این باشگاه اعلام کرد که قرارداد دخیا رو تمدید نخواهد کرد. تصمیمی که همه فوتبالی‌ها رو شوکه کرد. حالا چرا این اتفاق افتاد؟ یک، مشکلات مالی منچستر یونایتد. دو، ورود آندره اونانا دروازه‌بان جدید تیم. حالا یه سری هم بریم بزنیم به زندگی شخصیش. داوید دخیا از سالهای پیش با خانم گارسیا خواننده اسپانیایی ازدواج کرده. دخیا به موسیقی و بازی‌های ویدیویی بسیار علاقه داره. علاقهش به موسیقی جوری بوده که همه میگفتن میتونه یکی از موزیسین‌های خفن اسپانیا بشه. در آخر اینکه داوید دخیا الان دیگه تو لیگ حرفه‌ای بازی نمی‌کنه متاسفانه و اینکه دیگه هم داخل تیم ملی اسپانیا قرار نیست ببینیمش. بسیار گلر خوب و عالی بود. امیدوارم که لذت برده باشین این بیوگرافی که بهتون دادم راجع به داوید دخیا و اینکه یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، نظرتون رو بدونم. امیدوارم که هر جا هستین حالتون خوب بشه. فدای شما باشم.